من توی شهرستان خنج که کمربند بین استان فارس و استان هرمزگان هست زندگی میکنم و قراره با پولی که از این بازسازی به دست میارم اون رو که همیشه تو سرم داشتم رو استارت کنم. من چند تا نظر واسه کار کردن رو ماشینم دارم. یکی از اونا مثلا از نظر من ماشین 206 این قسمتش تو رفتگی داره و باعث میشه شبیه تخم‌مرغ به نظر برسه. پس باید فکر به حال این موضوع بکنیم. یا قسمت سپر پایینش خیلی عقب رفته. سپر عقبش هم خیلی ساده است. از این نما گلگیرای جلو بیزی و رینگا خیلی ساده به نظر میرسه. طراحی آینا رو اصلا دوست ندارم. فنی ماشینم که نیاز به یک اوورهال مشتی داره. پس دست به گوشی شدم و سرچ شروع کردم. رفتم تو سایت دیوار. این بال WRC برای اون قسمت خالی دلمو گرفت. پشت بال WRC که خالیه با بال RC پرش میکنم. این نمای عقب ماشینه با تفاوتی که ما از خطر هلا استفاده میکنیم و تصمیم گرفتم از سپر WRC برای سپر جلوم استفاده کنم. دیپ زیر سپر ستیکه و چراغ مورتی هم برای خوشگل‌تر شدن کار سفارش دادم. از گلگیر RC برای داشتن خط وسطش برای استخوانی تر شدن شکل بدن این ماشین استفاده کردم. حالا طرح و ماشینی که من ازش الهام گرفتم و بیا با هم دیگه ببینیم. عاشق نگاه تک تکتونم، چون میدونم شما هم مثل من یه فرد ماشین بازین که دارین ویدیو نگاه میکنید. پس تا وسایل برسه بیایم با هم بریم قسمت 3 تا فنی و یا به حال مشتی کنیم.